وزارت مدافع تاجیکستان روز 3 مای با نتیجهگیری یک ماه اول موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری خبر داد که در ماه اپریل نقشه دعوت در سراسر جمهوری الکی 70% اجرا شده است. فریدون محمد علی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع گفت پیشرفت ولایت مختار کوهستان بدخشان است که اینک 4 سال باز همه شهر و نویه‌ها اولین شده الکی در روز اول دعوت از اجرای نقشه گزارش میدهند. محمد علی زاده گفت تا 1 مای الکی 35 شهر و نویه تاجیکستان از اجرا شدن نقشه دعوت استعفا دادند. بنا به امور رسمی وزارت تا 1 مای نقشه دعوت در شهر و نویه‌های تابع جمهوری در عموم بیش از 70% اجرا شده. از بین آنها نویه‌های نورآباد، رشت، سنگوار و تاجیک‌آباد و لخش الکی در روز اول دعوت 1 اپریل از انجام دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی گزارش دادند. همین طور در یک ماه اول در ولایت ختلان نقشه دعوت نزدیک 70% اجرا شده. در این منطقه نویه ناصر خسرو، شمس‌الدین شاهین، فرخاربل جوان و نویه دنغره دعوت و گسیل جوان پسران سن دعوتی را الکی به انجام رسانیدند. در ولایت سوخت اجرای نقشه دعوت تا 1 مای 55% را تشکیل داده. شهر و نویه‌های بوستان و شهرستان و کوهستان مشجع اجرای نقشه را الکی پوره تامین کردند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا سرباشکار جریان میگیرد. ابله یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. موسم کنونی دعوت نیز از شکایت‌ها درباره سرباشکار استثنا نبود. در طول ماه اپریل در اینترنت چندین ویدیوی لحظه‌های مجبوراً در کوچه داشتن و به کمیساریات بردن جوانان نشر شد. فعالان جامعه شهروندی پیوسته از رهبران تاجیکستان دعوت میکنند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند.